فرانس پوشکاش. وقتی در بوداپست مجارستان چشم باز کرد، پدری رو دید که نقشه‌های بزرگی براش کشیده بود. میراث پدر برای فرانس فوتبال بود. در 16 سالگی به عضویت باشگاه کیشپش در اومد و 2 سال بعد به تیم ملی دعوت شد. برای جوون فوتبال بلدی مثل اون، همون یه بازی براش کافی بود تا خودش رو اثبات کنه. پوشکاش در اولین بازی برای مجارها مقابل اتریش پاش به گلزنی باز میشه و نقش غیر قابل انکاری در پیروزی تیمش ایفا میکنه. زمان میگذره و باشگاه کیشپشت به دست وزارت دفاع مجارستان میفته و نامش به هونوید تغییر میکنه. همون روزها بود که به پوشکاش سرگرد تیز رو میگفتن. دست تقدیر فرانس رو به اسپانیا کشوند و به رئال مادرید ملحق کرد. یک شروع پرقدرت برای سرگرد تیز رو. پوشکاش در اولین فصل حضور در لالیگا 4 بار هتریک کرد و یک رکورد ارزشمند رو برای خودش به ثبت رسوند. اسطوره فوتبال مجارها در مدت حضور خودش در رئال مادرید موفق شد با این تیم 5 عنوان قهرمانی در لالیگا، 1 قهرمانی در جام حذفی، 3 قهرمانی در جام‌های اروپایی و 1 عنوان قهرمانی در رقابت‌های بین قاره‌ای به دست بیاره. شم بالای گلزنی پوشکاش و آمار خیره کننده 746 گل زده در 709 بازی باعث شد تا کاپیتان افسانه‌ای تیم شکست ناپذیر و جادویی مجارستان بعدها به عنوان بهترین گلزن قرن 20 انتخاب بشه. این روزها پوشکاش رو بیشتر با جایزش میشناسن. جایزه‌ای که توسط سپ بلاتر رئیس کل وقت فیفا در سال 2009 برای اهدا به زننده بهترین و زیباترین گل سال جهان تعیین شد. تا سال 2018 بهترین گل سال به طور کامل توسط آرای مردمی ثبت شده در سایت فیفا انتخاب میشد. اما پس از اون علاوه بر امتیاز هوادارا، هیئت کارشناسی منتخب فیفا هم دست به کار شد. اولین جایزه پوشکاش در 2009 به راکت مهار نشدنی کریستیانو رونالدو تقدیم شد. ضربه قدرتمندی که دروازه پورتو رو این گونه در هم شکست. بعد از اون افراد مختلفی موفق به کسب این عنوان شدند که در این بین بازیکنان ناماشنایی مثل نیمار، زلاتان ابراهیموویچ، خامس رودریگز، اولیویر ژیرو، محمد صلاح، سون هیونگ مین و اریک لاملا به چشم میخوره. فرایند انتخاب گل برتر در جایزه پوشکاش همیشه به مذاق همه خوش نمیاد. نمونه بارز این ادعا رو ببینید. گل محشر رونالدو به یوونتوس در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا که در رده دوم قرار گرفت و در نهایت محمد صلاح با این حرکت جایزه رو از آن خودش کرد. گل زیبایی که صلاح دوست داشتنی با پیراهن لیورپول در لیگ جزیره به اورتون زد. همون موقع رونالدو در واکنش به این موضوع گفت صلاح شایسته بود. او گل زیبایی به ثمر رسوند، اما نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم. باید به صراحت بگم که گل من بهترین بود. علاوه بر این، ستاره آرژانتینی لیونل مسی با اینکه تا به حال 7 بار نامزد جایزه پوشکاش بوده، اما هیچ وقت دستش به این جایزه نرسیده. شاید اگر فیفا زودتر از اینها به فکر پایه‌گذاری جایزه پوشکاش میشد، گل معروف لئو به خطافه عنوان زیباترین گل سال جهان را از آن خودش می‌کرد. جایزه پوشکاش برای ما ایرانی ها هم جالب توجه. گل ریکاردو کارشمای پرتغالی مقابل تیم ملی در جام جهانی 20
مهدی طارمی هم با گل خوشگلش با پیراهن پورتو مقابل چلسی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به اولین بازیکن ایرانی تبدیل شد که نامزد دریافت جایزه پوشکاش بوده. گل مهدی در این رده‌بندی دوم شد و اریک لاملا جایزه رو با خودش به خونه برد. نکته جالب توجه این که تاتنهام بیشترین سهم رو از جایزه پوشکاش برده. لاملا و سون هر دو با لباس تاتنهام موفق به کسب این عنوان شدند و جالب تر این که تا حالا هیچ بازیکنی نتونسته تو کسب این جایزه دبل کنه. بی انصافی محض اگه از پوشکاش حرف بزنید و اشاره‌ای به گل‌های زلاتان، خامس رودریگز و سون نکنید. ببینید و لذت ببرید.